إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. بدون شک کسای کفر انکار کردند لن تغنی عنهم اموالهم، هرگز دفع نمیکند عنهم از این اموال و مالایشان ولا اولادهم و نه اولادایشان من الله از عذاب الله شیئا هیچ چیز را و اولئک هم وقود النار، اینا خاشاک آتش هستند، در گیران آتش هستند. کداب آل فرعون والذین من قبلهم، حالت از اینا مثل حالت فرعونیاست. والذین من قبلهم و کافرایی که پیش از فرعونیا بود کذبوا بآیاتنا، تکذیب و انکار کردن آیاتهای ما را، احکام آسمانی را. فاخذهم الله بذنوبهم، گرفت الله اینا را به سبب گناهشان به عذاب. والله شدید العقاب، الله سخت عذاب دهنده است. ارتباط از آیات با ما قبل چی است؟ الله از مؤمنین دعا و تضرعشان بیان کرد که به ایمان الله ثباتشان بده. ربنا لا تزغ قلوبنا، این چه معنا؟ دعای ثبات به ایمان است. و بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. و دیگه حکایت کرد کافرین را سبب کفرشان که فریبشان در زندگانی دنیاست، مال اولاد. حالا الله بیان میکند که همین مال و اولاد سرمایه سبب نجات انسان نمیشه. سبب نجات چیزی میشه که الله نازل کرده قرآن، احکام و دستوراتی که در قرآن است، عقیده صحیح، اعمال صحیح، اخلاق صحیح، اینی سبب نجات میشه. و می فرماید در این آیت که شما را دنیا فریب نته و ایران فریبتان نته، کافرها زور دارن و همیشه کافر قوی است. نه الله، چون که این صورت خو بعد از جنگ احد نازل شده. الله میگه اگر شما در جنگ احد تکلیف دیدین، در جنگ بدر کامیاب شدین، مؤمنین صحابه را برشان تسلی میده و در جنگ های بعدی الله شما را نصرت میکنه. پس شما فریب جند شیطان، لشکر شیطان نخورید و شیطان ها شکست میخورند. و ایرا میفرماید که شهوات دنیا، منافع دنیا بسیار خطرناک است. دنیا را به ما اندازه بگیرین که مسئولیت های ایمانی تانا، عقیدتی تانا و اسلامی و آخرت تانا فراموش نکنید. به این حد دنیا را طلب کنید. اگر این کار شد باید برای شما خطرناک است. و سبب نزولش این بوده که رسول الله هم در قریش به قریشیا در بدر امو مصیبت رساند که شکستشان داد. در مدینه که آمدن یهود جمع کرد، گفت ای یهودیا اسلام بیارین پیش از که عذاب بیاد با بالایتان مثل که به قریش رسید. شما میفهمین که من نبی مرسل هستم. یا گفتن ای محمد تو را فریب نته از نفست ای که یک جماعت از اونا را کشتی. اونا جاهلا بودن، به جنگ علم نداشتن. گفتن انک والله لو قاتلتنا لعرفت انا نحن الرجال، اگر با ما بجنگی با میفهمی که ما چه قسم مردم هستیم. خب اونا اگر که تعهد کرده بودن یهودیا، ولی میخواستن خیانت بکنن. چند خیانت ها اما تا آثارش دیده میشد. رسول الله هم گفت خیانت نکنین، ایمان بیارین، با نشوه که الله حکم نازل کنه که سرزمیام شروع کن. باز من چه میکنم؟ حکم الله ما خطابیدار است. بازی برش میگه که ما بسیار قوت داریم، نیرو داریم، تو که یک مشت مردم جنگ کردی، زور ما رو ندیدی. الله یایتار روان کرد، رد با بالای زینا میکنه. ان الذين كفروا، بدون شک کسایی که کافر هستند، کفر کردن، انکار کردن از قرآن و پیامبر، لن تغنی عنهم اموالهم، هرگز دفع نمی کند عنهم از اینها چرا عذاب الله را، مالهایشان و نه اولادشان، یعنی عذاب دنیا و آخرت، نه مالش میتونه از این دور بکنه و نه اولادش. خو یکی مال داره، اولاد نه، جن داره، نیرو داره، لشکر داره. میگه الله میگه این دفاع، این نجات داده نمیتونه من الله از عذاب الله شیئا، هیچ چیز را. و اولئک هم وقود النار، اولئک اینمی کافرایی که کفر انکار کردن، هم اینها وقود النار، وقود خاشاک میگه، حطب جهنم، یعنی در جهنم دیگه چوبی گپا نیست، یعنی خود انسان در گیرانش میشه، خود انسان او را روشن میکنه. دعبهم کداب آل فرعون، اینجا کداب آل فرعون یک فعل دیگه محذوف است. حالت همین کافرها
با رسول الله سلام و انکار و جنگشان مثل حالت فرعونیاست. والذین من قبلهم و او کافرایی که پیش از فرعونیا بود مثل قوم هود و صالح و شعیب و نوح علیه السلام. یا مشابهت داره کفر از اینا با کفر فرعون و دیگه کافرها. ده چی؟ ده که کذبوا بیااتنا، تکذیب کردن آیاتای ما را. ده این مشابه استند. تکذیب یعنی انکار کردن آیات الله را، احکام دستورات الله را که توسط انبیا روان کرده بود. نتیجه اومد چی شد؟ فاخذهم الله بذنوبهم، گرفت الله اونا را به سبب گناهایشان هلاکشان کرد. مثلا قوم شعیب علیه السلام، قوم صالح، هود، فرعونیا را غرقشان کرد، عذابای مختلف سرشان آمد. پس اینا را هم الله میگه که والله شدید العقاب، الله سخت عذاب دهنده است، شما را هم هلاک میکنه. و همونطور هم شد. امی آیتا که نازل شد بعد جنگ بدر، امی کلانای از اینا کلش کشته شد. امی را گفته بود توبه کنین که اگه نه عذاب میآید. و همونطور شد. یهودی ها را مشدار داده بود و نه یهودی هم باز همونطور شدن. یهودی هم بسیارش کشته شد. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد. قل بگوی پیامبر از برای کافرها زود است که مغلوب شوین، شکست بخورین و تحشرون الی جهنم جمع شوین با آتش و بئس المهاد، بد جای زندگی و فرش است. قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا، فئة تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرة یرونهم مثلیهم رأی العین والله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. بدون شک است از برای شما آیت نشانه برای قدرت الله فی فئتین التقطا، در دو جماعتی که روبرو شدن. فئة تقاتل فی سبیل الله، یک جماعت می جنگید به خاطر حاکمیت دین الله، و اخرى کافره، دیگه جماعت بود کافر بود. یرونهم، می دیدن اینا مکافرها را مثلیهم، دو چند خودشان، رأی العین، به دیدن چشم. والله یؤید بنصره من یشاء، الله قوی می کند به سبب نصرت خود کسی را که بخواهد. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، بدون شک در اینمی عبرت است، درس است از برای صاحبای بصیرت و عقل. کسی که عقل دارد، بصیرت دارد، اینا باید عبرت بگیرن. حال الله متعال اینجا تهدید میکنه کافرای یهود و دیگه کفار. قل بگوی پیامبر للذین کفروا، برای کسای کافر یهود و تمام کفار دنیا. چی بگو؟ ستغلبون، مغلوب شدن چه معنا؟ تهزمون فی الدنیا، شکست میخورین در دنیا. زود است، یعنی سین دلالت با آینده میکنه، تا هم دلالت با آینده، دمی آینده شکست میخورین مکمل. یعنی در دنیا خود شکست میخوره، مال و زندگی و زمینایتان گرفته میشه. در آخرت چی میشی؟ و تحشرون الی جهنم، جمع میشین به طرف جهنم، کلتان سوق داده میشین. این نیست که مردی خلاص شد خاک شوی، زنده میشی با داتش برده میشی. کافرها را بگو. و بئس المهاد، بد جای فرش و زندگی است این جایی که شما میروین. اینجا هر کافر میتور است. خب کافرها یک ذره الله مهلتشان میته، بعضی را 10 سال، بعضی را 50 سال، بعضی را 100 سال وقت میته، ولی آخرش شکستش میته. خصوصا رسول الله صلی الله علیه و پیامبر، صحابه اونا بسیار قوی کار میکردن به اسلام. واره دیگه زود شکست داد الله. 13 سال فاصله بود، در ظرف 20 سال بالکل جزیره عرب فتح شد. کاری که رسول الله هم دعوت شروع کرد. بعد از حکومت 8 سال، در ظرف 8 سال اونا را شکست داد الله. این برای هر کافر است. کافر در دنیا شکست میخوره به شرطی که مؤمن با ایمان خود، با عقیده و باور خود، کار به اسلام، با کار اسلام محکم باشه. قد کان لکم فی فئتین التقطا، بدون شک است برای شما ای جماعت یهود عبرت است و پند است از برای شما کافرها، یهود مشرکین. آیتون یعنی عبرت است، درس است، نشانه قدرت الله. فی فئتین التقطا، در دو طایفه که روبرو شدن با یک دیگر. کدام بود دو طایفه روبرو شدن؟ در جنگ بدر. در بدر اگر مسلمانان چه آمادگی جنگ نداشتن، 300 نفر بودن، کافرها از 1000 نفر زیاد بودن، وسایل جنگی هم داشتن. الله دو فئه، دو جماعت چه قسم بودن اینا؟ دو گروه. فئه تقاتل فی سبیل الله، یک طایفه مؤمن بود که می جنگید به خاطر حاکمیت دین الله فی سبیل الله، تا که نظام الله، نظام عدل الهی حاکم شود.
که الله اینجا شاهدی میده که صحابه به خاطر الله جنگیدن. این شهادت از خبر میده، از قلبشان خبر میده. میدین فیاتون تقاتلوا فی سبیل الله، این خبر الله والله از قلب میفهمه. دشمنای صحابه را ببینی ایران میگن او جنگشان نفاق بود، استغفر الله. و اخرى کافره، اخرى دیگه جماعت بود، طایفه دیگر کافرتون، کافر بود. اینجا یک جانبش محذوف است. چه قسم کافر بود؟ تقاتلوا فی سبیل الطاغوت، که در راه طاغوت یعنی معبود غیر الله می جنگیدن، کفار قریش. یرونهم، میدید مؤمنین هم امی کافرین را مثلیهم، یعنی دو چند خودشان، دو مرتبه. مثلا حتی مؤمنین 300 نفر، وقتی که دو چند دید رأی العین به دیدن خودشان، یعنی 700 نفر در نظرشان معلوم میشه. یا اگر مثلیهم ضمیر هم راجع به سوی کافرها باشه، دو چند کافر 2000 نفر معلوم میشه و خودشان 300 نفر معلوم میشه در رویت ظاهری، نه در وهم و خیال. یک معنا همیست. بعضی ها میگه که یراونا احتمالات ضمایر احتمال چند احتمال داره. میدیدن کافرها هم مؤمنین را مثلیهم، دو چند خودشان. رأی العین به دیدن چشم، در حقیقت نبود. یعنی کافرها که در میدان آمدن، مسلمان ها 300 نفر بود. اصلا در قرآن در سورة انفال میگه ایره توضیح داده ای آیت. خوجه دور نمیتیم وقت میگیره. ویست که اول مسلمان ها کافرها را که دید در اول از خودشان کرده کم معلوم می شدن. از 300 نفر هم که کم بود. و کافران مسلمان ها را دو چند خودشان دید، 2000 نفر کافران. مسلمان ها اونا را از خودم که کم دید در نظرشون. اینجا که هست چی شد؟ مسلمان ها قوی شد. و در یک حالت دیگه کافران مسلمان ها را دید که بسیار کم هستند. اونا هم در جرأت آمدن. در نزدیک میدان که شدن در جنگ، اینجا مسلمان ها کافران مؤمنین را دو چند خودشان دید، یک هیبت در دلشان افتید. سکی نصرت خاص است. الله در قرآن در سورة انفال میگه و من نصر الا من عند الله، نصرت نیست مگر از جانب الله. این که در چشمت 1000 کافر 200 نشان بده، این بسیار گپ کلانه، این یک نصرت خاص است. و دیگه الله میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، در قلبش هیبت میپرتم. این هم یک نصرت خاص. این نه ملائک میتونه نه دیگه کس، نه نبی میتونه نه ولی میتونه، این کار الله. یکی هیبت در دلشان انداخت. دیگه مؤمنین در نظر کافرها 2000 نفر معلوم شد با وسایل جنگی. اینجاست که روب در دل افتیده، هیبت هم افتیده. و الله در قرآن میگه ولیربط علی قلوبکم، قلب مؤمنین هم الله محکم کرد. اینجاست که چنان طرف کافر میدوه، ولی کافر ترسیدم بیا میگریزه، شکستشان داد. این نصرت های خاصه. غیر از این که الله میگه که فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکه، 1000 ملائکه را روان کرد. اوه این دیگه نصرت. چندین نوع نصرت آمد. پس اینجاست که الله مؤمنین را در چشم کافرها زیاد نشان داد تا که بترسن و از جنگ فرار کنن. رأی العین به دیدن چشم. والله یؤید بنصره من یشاء، الله قوی میکند به مدد خود کسی را که بخواهد. نه الله قوی میکند به مدد خود. الله اینجا مؤمنین نصرت کرد. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، بدون شک در این می نصرت الله به مؤمنین درس است و موعظه است، پند است برای صاحبای بصیرت. ابصار از بصیرت گرفته، چشم نه، یعنی صاحب عقل سلیم، افکار مستقیم کسی که دارد. بس معنای آیت چیز قوت مادی سبب کامیابی نمیشه. نصرت به سبب کثرت عدد و گپا نیست. نصرت به خاطر معاونت الله است، مدد الله است. اسباب جور کنین و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اما نصرت الله میکن. اعتماد به وسایل نکنین. پس در اینجا هشدار است برای کافرها که اگر اصلاح نشین، الله ندیدی که قریشی‌ها را شکست داد، شما را هم شکست میده. مثل که الله بگه ندیدی که این کافرها را شکست داد، این اتحاد جماهیر شوروی را ندیدی؟ توبه بکنین. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زیبا شده برای انسانها. چی زیبا شده؟ حب الشهوات، محبت خواهشات. شهوت خواهش میگه.
یک شهوت فارسی است، یک شهوت عربی. خب این خواهشات چی هستی؟ من النساء زنها، اول زن است. از زن کده بر مرد چیز خوب نیست و بر زن از مرد کده هیچ چیز خوب نیست. تماما قصر برش جور که خانه میوه دختر باشه، شوهر نداشته باشه هیچ میگه گمش کو دم یک زمین باشه، میگه دیخان باشه ولی شوهر باشه. شوهر میگه باشه. این که کسی ازدواج نمیکنه نه خود بازی میتن. خب اگر بسیار حالتشان خراب میباشه. زیرا الله در قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهم. این لباس شماستن امی زنها و شما لباس خانم هستین. لباس نباشه انسان چه قسم میباشه؟ بی عورت میباشه نه؟ و اگر لباس نباشه انسان تا از مصیبت های گرمی سردی نجات نمیفته. همین تو شوهری که خانم نداره به شرطی که مرد باشه این زندگیش بسیار خراب است. و خانمی که شوهر نداره. خب محبت زنها، یک زن داری میگه دیگه بگیرم 4-5 زن 4 تا بوت لابتم دیگه بگیرم. والبنین اولاد خواهشات اولاد. این بر انسان زیبا شده، زن زیبا شده، اولاد الله زیبا کرد. اولاد چقدر دوست داره مردم، به خاطر اولاد از بسیار کارا تیر میشه. دوست امیر الله زیبا کرده، در نظر الله زیباش کرده. والقناطیر المقنطره، خزانه که خزانه شدگی من الذهب طلا و نقره، خیل المساومه اسبای مدار، والانعام والحرث چارپایا و زراعت، ذلك متاع الحیات الدنیا، اینمی منافع زندگانی دنیاست. والله عنده حسن المآب، الله به نزد از بهترین بازگشت است، بهترین مرجع است. خب در اینجا الله متعال زینه یعنی حسن زیبا شدگی است، محبوب شدگی است بر انسان ها، یعنی در قلب انسان ها. حب الشهوات میلان کردن خواهشات به چی؟ به زنها. فتنه زنها بسیار سخت است، شدید است. رسول الله میگه که اولو ما ترکت بعدی فتنتن، میگه ما بعد از خود بزرگترین فتنه را باقی نماندم، ازر به رجال که بسیار ضرر میرساند به زن، مردها من النساء زنا کرد. فتنه زن یعنی خود زنای با تقوا فتنه نیستن، زن در عمومی میگیم زنها که هستن بسیار یک سبب بازگشت انسان از دین و احکام اسلامی را عمل کردن نمیتونی. کم کم میگه باشه کل شنکو. این زن است، زن بسیار مانع بزرگ است یکی. و دیگر لذت گرفتن هم به این زیاد است که این ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء. این حدیث امام بخاری روایت کرده که بسیار به مردها ضرر میرساند. واقعا که هر کس و بر شوهر بر زنها شوهرش بسیار خطرناک. والبنین اولاد چرا آورد؟ زیرا ثمره قلب انسان، چشم انسان خوشحال میشه. اما یک اولاد که هست میگه این یک اولاد دار شدم باز پسان. این رسای کنین حتی اولاد از مال کده پیش کرد، زیرا محبت انسان با اولادش از مال کده زیاده. و می خاطر که طفل مریشه کل مال خودم میزنه، نه مصرفش میکنه، قرض هم میکنه، خیر زمین هم میفروشه. امی اولادم نجات پیدا کنه. اولاد انسان دوست داره از چیز کرده. و می خاطر الله در قرآن میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. بعضی زنهایش اولادایتان دشمنتانه، آخرتتان خراب میکنه. فاحذروهم، بترسین، هوشیار باشین. میگه یعنی این مانع تان نشه. عمر رضی الله عنه بچهش عبدالله ابن عمر یک زن داشت، او را دوست داشت، مانع بعضی احکام شده بود. برش گفت طلاقش بتیم. بسیار دوستش هم داشت. گفت نه رفت پیش رسول الله شکایت کرد. گفت یا رسول الله ما میگیم طلاق بته، نمیته طلاق. مانع شده بود، مانع احکام اسلام. با رسول الله هم گفت که اطیع اباک، گفت طلاق بته و طلاقش داد. والقناطیر المقنطره، خزانه شده. اما قناطیر چی را میگه؟ جمع قنطیر. قنطیر یا خزانه بعضی میگه که 80,000 دینار، بعضی میگه 1 لک، بعضی میگه 2 لک. او دینار هم پیسه طلا. 2 لک پیسه طلا بسیار پیسه است.
که یک دینار با پیسه وقت 700 دلار میشد در وقت یک دینار. و در وقت دینارای 5 روپیگی هم به اینا 7,005 بکو با 2,000 بیزی بکو که به حساب دلار حساب بکو. چقدر پیسه میشه؟ این قناطیر مقنطره خزانه شده. این هم میگه زیبایی است. یکم طرف ببینی که خصوصا زنا طلا از این بکس ها او بکس میپرتش ده او بکس میپرتش و اصل پیسه می طلا و نقره بود دیگه، ذهب و فضه، کاغذ نبود. حالا کاغذها دلار است، این ده او بکس پرتو از او بکس ده او بکس پرتو. این می نگاه کده برو طرفی سایکو یک مابات دو مابات بازش میکنه، یک حسابش میکنه چند شده نه بالا میره و پایین میره. این میره بسیار خوش داره. این یکم تا است که بسیار حریص به دنیا باشه. مولوی هر کی کم دلار نشانش دادی وضعش خراب میشه. بخوام میتو اشکمش یک تغییرات میاد وجودش. چی است که اینی مال است، نه محبوب است. طلا زن که است طلا رو با دوست مردم داره، این دیگه فقط طلا برش میگه 24 ساعت طلا میخره، هر قدر میخره هیچ سیر نمیشه، میگه طلا باشه. والخیل المسومه، مثل قرآن میگه که و تحبون المال حبا جما، مال دوست داریم با محبت کامل. خیل اسبها در وقت مسومه علامه دار. مسومه چی را میگه؟ یعنی کره باشد. یکی اسبایی هست ای توی تو را میره غلم میره، یکی همتو هموار میره که انسان فشار نمیداد. امی اسبای کره میگن قیمت هستی. این اسبایی که قسمی را میره آدم به تکلیف میسازه. یک ساعت را بری قسمی میزن، او یکی قسمی را میره اید نمیفهمی. مثل یک موتر لاری بری یک موتر 2000 باشه اینطور. در لاری بشینی چه قسم بالا کده میزنه و در 2000 بشینی چه قسم میره. مسومه علامه دار بود. و در اون وقت چارپایا یعنی مرکبشان نمی بود، خیل اسبها بود علامه دار دو میششتن. مثل که حال موتر 2000 و موترهای لکسس و چی هم کلان نه فرونر و این چیزا میگن. ولانعام چارپای ها در وقت چون که زمین های زراعتی زیاد بود، چارپای مثلا شتر، گوسفند، گاو، بز این کمی میره چقدر زیبا پس که میآید شیرش چیز میکنن. با ضرورت شده زمستان یک دو تایش میکشینید این برفا باز چقدر این انسان کش میکنه. یک کسی آمد یک گوسفند بر ذبح میکنه، از این گاو شیرش بیار، قیماقش بگی، مسکش بگی و چقدر چیزا دارن. روغن اصیل و روغن زردش استفاده کن. والحرث، حرث زراعت میگه که انسان قوتشه. خب زراعتی که یک باغ کلان باشه، مثلا یک 10-20 جریب زمین گندم است، در بینش این طرفش دیگه درخت سیب باشه و انار باشه، شفتالو این گپا باشه. ایران زمین دار میگه بسیار ما زمین دار هستیم، 100 جریب زمین داریم، یک قدرش گندم است، یک قدرش یه است، یک قدرش باغ است. ایران بسیار انسان خوش داره، میگه ایران از دست نده. الله می فرماید امی کل می ذالک، امی چیزایی که گفت زن است، اولاد است، خزانه، طلا، اسب است، متاع الحیات دنیا، متاع منفعت کم زندگانی دنیا، کم وقت است، دائمی نیست. بهره است، منفعت است ولی فانی میشه، کم است. والله عنده حسن المآب، الله پیشش بهترین مرجع است، بهترین جای بازگشت چی است؟ جنت. حال می فرماید در این هدف است که بخاطر این چیزا آخرت فراموش نکنید، مسئولیت های تانه که باز اون نعمت و زندگی دائمی را دست ندید. این زندگی هر چی که هست یکی با او برابری نداره، دیگه زود گذره، زود میره، ختم میشه. حالا الله میگه خوب تشویق میکنه، قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصیر بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قل بگوی پیامبر آیا خبر ندم شما را بخیر من ذالکم، به بهترین از اینها، از این چیزایی که بود، للذین اتقوا، برای کسایی که تقوا دارند، عند ربهم، به نزد ربشان، جنات، باغها است، تجری که روان می باشد، من تحتها، از زیر درختای و قصرهایش، الانهار و نهرها و جویها، خالدین فیها، همیشه می باشند در اینجا، و ازواج مطهره، خانمهای پاک شده هستند از مرضها، و رضوان من الله، رضامندی از جانب الله،
والله بصیر بالعباد، الله بیننده از بنده های خود را میبینه چه قسم عمل میکنن. بنده خاصش کیست؟ الذین یقولون ربنا، کسایی که میگن ای رب، دعا میکنن اننا آمنا، بدون شک ما ایمان آوردیم به قرآن پیامبر، فاغفر لنا ذنوبنا، ببخش گناهای ما را، و قنا عذاب النار، نجات بده ما را از عذاب آتش. الصابرین، دیگه صفاتشان چی؟ صابرین، صبر کننده به تکلیفات احکام اسلامی تکوینی و مصیبت باشه. و صادقین، رازگو رازکار هستند. و القانتین، فرمانبردار حکم الله هستند. و المنفقین، مصرف میکنند مال خود را در راه الله. و المستغفرین بالاسحار، و طلب بخشش میخوان در سحری پیش از نماز صبح میخیزن عبادت میکنن. بس صفاتشان الله بیان کرد. بگوید برای از اینای پیامبر اعنبکم، آیا خبر بتم شما را بخیر من ذالکم، به بهترین آن چیزی که زوین للناس، زیبایی های دنیا که نعمتایش بیان شد و از بین می رود، خبر بتم. استفهام تقریری است، یعنی بله بهتر از این که دهی خیر است. کدام است؟ للذین اتقوا، یک صفتشان تقواست، دیگه صفتشان دعا میکنند ربنا، دیگه صابرین، صادقین، قانتین. این بینی مردم ها چی چیزه؟ تقوای کلمه جامع است. در هر حکم خود الله میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم، نه یا ایها الناس اتقوا ربکم حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تقوای کلمه جامع است. اول مرتبهش تقوا از شرک دور شوی، از حرام دور شوی. دوم مرتبهش است که فرایض مستحبات انجام بدی. بس تقوایی را میگه کل احکام اسلام عملی کردن. کسایی که تقوا دارن در روز قیامت عند ربهم، پیش ربشان چی است؟ جناتون، باغها است، بسیار وسیع است، بسیار کلان است، که در حدیث میگه به اندازه یک دنیا داده میشه به یک نفر، یعنی یک دنیا. حالا پادشاهی های مردم هم در کل دنیا، کل کره زمین مشکل است. بابا هم اختیار نداره و آزاد گشته نمیتون به اندازه یک دنیا. یک وقت من ایران بودم که چطور به یک نفر یک دنیای چقدر جای است. قرآن میگه که وسارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض، برش آسمان ها و زمینه، برش کموار کنی، طولش الله میفهمه. ولی سیارات کهکشان ها را میبینن که به اندازه زمین به میلیون ها سیاره است. میگه یک دمیال در کائنات است. حالی که من دیدم واقعا که الله بسیار عظیم است، جنت بسیار کلان. این قدر جای ما شما به یک خانگاه که در 3 بزو زمین 10 منزل بالا کردیم، نه در 3 بزو، به خاطر این همه قدر او زندگی دائمی خدا در قصیش نیستیم. نه تجری من تحت الانهار، روان می باشد از بین امی جوانبش و اطرافش درختها و قصرها نهرها. و در سورت محمد میگه که 4 نهر است. نه انهار من لبن، انهار من عسل، انهار من ماء. آب هم یک نهر نه، چند نهر آب است، چند دانه نهر عسل است، نهر جوی کلان هم میگه، چند دانه نهر شراب است، چند دانه نهر شیر است. و یفجرون تفجیرا، قرآن میگه هر طرف که میره که خود میگردان، هر سو که میریم نهرها میاد پشتت. خدمتگارا که اراده کنی وقت امو چیزا که هست نه، امو گیلاساش کاملا برابر برات میده. و که می نوشی هر قدر بنوشی یکی سر معدت فشار نمیاد. اینجا که غیر زیاد خوردی باز گپ خراب میشه، نه اونجا فشارام نمیاد. سبحان الله. خب باقی که آب در بینش نباشه و چندان باقی نیست، نه روان تنها آبم نیست، خالدین فیها همیشه است. اینجا که باغ جور کنی آبم در بینش روان کنی، مختلف میوه و انگور و هر چی باشه، مرگ که یادت میاد بیخی دیگه تلخ میشه همه چیز برات، میفهمی که میره خواهد دست میتون. اونجا همیشه هستی، کسی هم نمیکشه. زمینش هم رسول الله هم میگه مشک است، زمینش خاکش نیست. خانه هایش هم طلا و نقره است، خشت هایش هم طلایی و نقره است، لباس هم ابریشم است. خب خوراک که میکنی این چیزا خب به خانم ضرورت میشه، خانم ها بر شوهر. قرآن میگه ازواج مطهره، ازواج خانم ها است، ازدواج میگه مطهرتون پاک شده از خباثت و حسی و معنوی.
نه غایط است، نه بول است، نه حیض میشن، نه نفاس میشن، هیچ اینمی چیزا، نه بینی نه یپا. حتی تشناب رفتن برای اونا نیست، تشناب برون پاک صفا. بد اخلاقی هم نیست. در این جایز رگام همیشه هم زنا کس ای تو زنی که همیشه هر گپ شوهر بشنوه ایتونه یک بار گفتش یک کار دو کار سه کار آخر سرت یک چیق میزنه. نه چی میگی؟ بخی خودت میگه غال مغال میکنه. یک دفعه گفتی صبر کنم، دیگه دفعه میگه بسیار گپ نزن. نه یک غال مغال میکنه. اونجا او تو نیست، هیچ قار نمیشه، حتی محبت در قلب از او معلوم میشه. زن خودگه هیچ حور عین صفات ازوار قرآن ببینید کواعب اتراب و رضوان من الله، رضامندی از جانب الله. این بسیار مهم است که هیچ الله غضب نمیشه. در حدیث میگه که احل علیکم رضوانی، واقع کردم به بالای شما رضای خود را، فلا اسخط علیکم، غضب نمیشم به بالای شما، بعده ابدا، دیگه هیچ قهر نمیشم. سبحان الله. اینجا خو الله هر آن قهر و رضا اعمال تدیده، اونجا هیچ قهر نمیشه. والله بصیر بالعباد، الله بیننده است بندای خود را میبینه، حالاتشان، هر کس مطابق عملش نعمت میته و عذاب میته. بعض صفات از اینا را بیان میکنه. این متقیا کیستن؟ الذين يقولون ربنا اننا آمنا، کسایی هستند که میگویند ای رب ما ایمان آوردیم. سعی اینجا ایمان وسیله شده، ایمان آوردیم به تو، به کتابت، به پیامبرایت. اینمی ایمان عمل صالح است، این وسیله شده. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، ایمان آوردیم پس ببخش ما را، به خاطر ایمان ما را ببخش. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، وسیله در دعا ایمان است، عمل صالح است، اسماء و صفات الله است. دینمی دعا دو چیز وسیله شده، یکی اسماء و صفات ربنا، دوم اعمال صالح آمنا. خب چی میخوایی؟ فاغفر لنا، ببخش ما را، با فضل و کرمت رحمت ذنوبنا، گناه ما را، و قنا و نجنا، نجات بده ما را از عذاب آتش. یا عذاب آتش چی معنی؟ در جهنم هیچ ما را نبر، اولا جنت ببر. دیگه چی صفت دارن؟ الصابرین، صبر میکنن در بأسا، حالت تکلیف، حالت مرض میاد صبر میکنن. مصیبت میاد، کسی مرد، اولاد این مریض شد تو صبر میکنه. دیگه در حالت اطاعت و بندگی فرایض انجام میته صبر میکنه. یعنی علم یاد گرفتن کلش مشکل است، وقت خیستن، مثلا دعوت دادن، مبارزه علیه فساد کردن، این کلش تکلیف است، صبر میکنه. یک مصیبت در زندگیش آمد صبر میکنه. صبر بسیار یک چیز خوب است. اولی را الله بیان که صابرین هستند. در صبر در معصیت گناه نمیکنه، صبر در اطاعت، صبر در مصیبت، سه نوع است. و صادقین، صادق هستند در ایمانشان و می که روبرو میشن بر الله، اطاعت الله را میکنن در همه حالت. و القانتین، اطاعت میکنن در همه حالت. در ایمان، در عمل صادق هستند، نیتایشان هم راست است. صدق بسیار مهمه. دروغ صفت منافق است. دروغ ما شما خدا باید دور کنیم. فرمان بردار است در همه حالت، خوشی و غم. خوشی هم آمد اطاعت میکنه. مردم افغانستان اکثرش پیسه که آمد نافرمان میشه، فقر هم آمد باز نافرمان میشه. این صفت مومن نیست. و المنفقین، دیگه مال خدا را مصرف میکنن در راه خیر، انفاق. عام گفته در زندگی خود، فامیل و در زندگی بیرون، مسکین، فقیر، مراکز علم. یعنی از این فهمیده میشه که انفاق یکی از چیزهای بسیار مهم. مالتان باید مصرف کنید. مردم افغانستان دیگه کارا را قبول دارن، مال نمیکنن، اکثرش همینطور است. و المستغفرین بالاسحار، و مغفرت میخوان در وقت سحری پیش از طلوع فجر. در اینمی وقت بسیار درجه داره. یا نماز شب میخوانند. الله در حدیث بخاری میاد سوال میکند هل من مستغفر، کسی است طلب بخشش بخواد فاغفر له، هل من سائل، کسی است که بخواد از ما فاوتی که ما برش بتم. الله خودش صدا میکنه و در آسمان دنیا پایین میشه. در اون وقت بسیار دعا قبول میشه. اینی صفت ها را که داشت با تقوا، اینی نعمت ها است. این الله میگه جنت به تو آدم هست. مردم افغانستان نه نماز، نه دین، نه دیگه، جنت الفردوس هم میخواد. یا الله جنت الفردوس به ما بده. میریم جنت،
اگر بگوی نکوی گپم نترسان ما را، این خو افتراز به الله. الله در کجا گفته که تو جرم جنایت کرده برو بگو جنت میبرمت؟ در کجا گفته؟ از این فهمیده میشه که می گپا وسوسه شیطان است. شیطان سر از اینا وسوسه کرده. شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. در اینجا باب دوم شروع میشه. والله متعال خودش شاهدی میته به که حقدار عبادت کسی نیست. ملائکه با وحدانیت الله شاهدیش بیان میکنه. اهل علم بیان میکند که بعد الاستوار است و بعد رد میکنه با بالای اهل کتاب و این را بیان میکنه که اسلام، دین اسلام یگانه دینی است که بر حق است و ثابت است و باید تابعداری از این شود. مناسبتش باید ما قبل است که صفات مؤمنین بیان کرد. آلی را بیان میکنه که دلایل ایمان چی است؟ ایست که یک کسی که اسلام دین حق است و الله را انتخاب کرده اونمو دین قبول کند و دیگه دین را قبول نکند و بر رسولش امر میکنه که دین اسلام اعلان بگو که دین ما، قانون ما، نظام زندگی ما اسلام است. و دلالات اهل کتاب بیان میکنه. کسایی که شدید مخالف اسلام است یهود نصارا است. چرا؟ به خاطر که اینا حق فهمیده انکار کردن، خوب شناختن. شاهده چند معنا میته، یکی اقرار، یکی بیان، دیگه اعتقاد هم معنا میته. قسط به معنی عدل، دین در لغت به معنی جزا، در اصطلاح به معنی قانون احکام. اسلام در لغت به معنی استسلام و انقیاد، در اصطلاح آیینی است که از جانب الله نازل شدگی است. شهید الله یعنی بیان کردگی است الله، خبر دادگی است الله. دیگه چی؟ اعلان کردگی است الله انه لا اله الا هو، که شأن سخنی نیست حقدار عبادت و بندگی بغیر از الله. یعنی الله اعلان کرده که معبود در کائنات غیر از من نیست. الله شاهدی داده، الله بیان کردگی است. والملائکه، ملائکه هم شاهدی دادگی است که غیر از الله اعلان کرده که دیگه معبود که عبادت و اطاعتش وجود نداره. و اولو العلم، اهل علم هم شاهدی دادگی است. اهل علم سعی کنیم که درجهش الله بیان کرد. علمای برحق اینا هم شاهدی میتن که غیر از الله دیگه حقدار عبادت و بندگی نیست. سعی کنیم به توحید سه شاهد بیان میکنه: شهادت الله، ملائکه، اهل علم. دیگه چی؟ قائما بالقسط، الله ای تو معبودی است که استوار است به عدل، عدالت میکند. و من لا یرید ظلما للعباد، اراده ظلم هم نمیکنه، به عدل استوار است. ملائکه هم شاهدی میته، الله خودش میگه من به عدل استوار هستم، ظلم نمیکنم. اهل علم هم میگه که الله عادل است. کافران میگن نه ظالم است، این چرا قوم رو داد، او چرا کم کرد؟ این میتو از پیش خود گفته میرن. لا اله الا هو نیست، باز دوباره الله بیان میکند نیست حقدار عبادت و بندگی بغیر از الله، فقط الله را عبادت کنین. العزیز، غالب است الله در پادشاهی خود به بالای هر کس. حکیم، در هر کارش حکمت و فواید وجود داره. حکمت و فواید وجود داره.